салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. خب سلام علیکم هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. 3 هفته یا بیشتر می شود که ما و شما با هم نبودیم و این سبب های عذرناک داشت که نتوانستیم برنامه را پیاده کنیم. از امروز باز برنامه خود را شروع می کنیم و هر هفته یک بار در روز شنبه در همین ساعت با شما خواهیم بود. همزمان در پخش مستقیم در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان و در کانال موارعی پیام تv در تاجیکستان و دیگر کشورها این برنامه به طور مستقیم پخش می شود و هر هفته بنده اون خبر و گزارش هایی که وابسته به تاجیکستانند، چه از تاجیکستان و چه از دیگر نقاط عالم که محض به تاجیکستان ربط دارند، خب گلچین میکنیم و با شما در میان میگذاریم. این هفته چند خبر جالب رو خب شاهد شدیم. یکم خبری از همه سویژه‌ترین به گفته روزها، یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 4 نوامبر در شویساریا خب تاجیکستان یعنی حسابات تاجیکستان را عاید به حقوق بشر شنید و در این نشست وزیر عدلیه تاجیکستان اشورزاده، وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده
از جمله برآمد کردن و وزیر عدلیه در این نشست از طبق گزارش کانال تلویزیون یوتیوبی از دو تیوه، طبق گزارش اونها این وزیر عدلیه تاجیکستان از مستقلیت دادگاه ها و مستقلیت وکیلان دفاع سخن کرد. وزیر کارهای داخلی باشد نگرانی را از وضعیت در افغانستان خب به میان گذاشت، اگرچنده که این حسابات نوبتی هر سر 5 سال بود یا هر سر چند سال تاجیکستان از پایمال شدن حقوق انسان در سازمان ملل، در کمیته حقوق بشر سازمان ملل حسابات می‌دهد و در این حسابات باز تاجیکستان به من مانند وزیران تاجیکستان باز به مانند اون خب شاگرد سستخوان آمده حسابات میدادند و از اون طرف اینها رو زیر تنقید قرار میدادند. نمایندگان دولت‌های به مانند لوکسمبورگ، استرالیا، اوکراین و دیگر دولت‌ها، نمایندگان این دولت‌ها از تاجیکستان با اصرار طلب کردند که با تعهدات خود در مقابل خب وعده‌های خود در سازمان‌های بین المللی خب وفا کند و اجرا کند. و در آخر مقامات تاجیکستان اعتراف کرد که ما مشکل داریم، یعنی عاید حقوق بشر مشکل داریم ولی خیلی پیشروی هم داریم. یعنی اعتراف کرد که بله ما مشکل داریم، ما در اجرای تعهدات خود کوتاهی داریم ولی پیشروی هم داریم. این به اون مانند است که خب یک دیوانه رو داریم، یک دیوانه کسلی روحیه و او هر سر چند وقت همسایه ها رو غم میتید یا حتی دست درازی میکند، لط میکند یا دیگر خیل و ما هر دفعه بیایم و بگویم که این داروهای نو آوردیم خیلی خوب عمل میکنند و کمی پیشروی هست. در دفعه اگر هفته یک مرتبه همسایه رو لط میکرد، حاضر خب ماهی یک مرتبه میکنند. یعنی این چه صد روی این مقامات شده است که اینها نمیتوانند دست درازی نکنند، مردم رو شکنجه نکنند. همونهایی که دست در شکنجه دارند در اونجا باز حسابات میدن و میگن که ما پیشروی هم داریم. اونا را میگن که زندانیای سیاسی را آزاد کنید، خب روزنامه‌نگاران را فشار نورید، حامیان حقوق انسان را فشار نورید، وکیلان دفاع را از زندان آزاد کنید. اینا میگن که بله ما با وعده های خود وفا نکرده ایستادیم، در کوتاهی میکنیم در این وعده های خود، اجرای وعده های خود، ولی پیشروی هم داریم. خب و شاید تماشابینان بگویند که این چه فایده است هر اینا را تنقید کنند نکنند، اینها به اینها تاثیر ندارد و سازمان های بین المللی چه کاری کرده میتوانند بجز نگرانی هاشون را اظهار کردن. بله این ما و شما هستیم که باید دست به کار شویم. یگان سازمان بین المللی حتی سازمان ملل متحد به جای ما نمی آید و دولت ما را خب یعنی انتخابات ما را حکومت ما را مجبور نمی کند که انتخابات شفاف گذراند. حکومت ما را نمی تواند مجبور کند که از سر قدرت رحمانوف دور شود
و یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید. این را ما و شما باید دست به کار شویم و ما و شما از شأن و شرف انسانی خود دفاع کنیم و اجازت ندهیم که یک نفر طول 30 سال سر ما حکم راند و همه عوف و خوب یعنی حکم و محکوم کردن و عفو کردن رو در اختیار او گذاشتیم. در خبرهایی که پایانتر میارم باز به این موضوع برمیگردیم که چخیل ما نتوانسته ایستادیم که برای خود یک دولت را سازیم، یک ساختار را سازیم که اون ساختار قانون محور باشد، قانون اونجا عمل کند، انتظار شاه عادل نباشیم و هر سر چند وقت مکتوب ها ننویسیم به نام شاه و شاهزاده ها که آنها بیایند و تمام امور دولتداری را از خب سرکرده از چوپانی، از پادبانی تا خب دادگاه اونها بیایند و خب داور شوند. از همین خاطر این البته کار ما و شما است، ولی سازمان های بین الخلقی به مانند سازمان ملل متحد این یک واسطه برای ما است که با دلیل بیاییم و از حق خود دفاع کنیم و این حکومت خودکامه را مجبور سازیم که یا از سر قدرت رود، البته که از سر قدرت رود، ولی تا رفتن از سر قدرت هم اگر به این قادر نشدیم ما باید قادر به اون باشیم که اینا را مجبور کنیم که از حقوق ما را احترام کنند و اگر احترام نکردن اینها باید پیامد ما باید لیاقت داشته باشیم که پیامد را برای اینها جور کنیم تا اینا کمی هم باشد به جز سازمان ملل متحد یا دیگر سازمان های جهانی از خلق خود کمی هم باشد، هراس داشته باشند که خلق یگانه چی میگن یگانه حاکمیت دولتی یعنی این خلق است. خبر دیگری که محض به همین خبر او خیلی موافق می آید، اخیراً سردار شعبه کارهای داخلی رقم 2 ناحیه سینا بر اثر قضیه مدینه یک زنی که از طرف خب رقیبش مورد لطوکوب قرار گرفته حالا در حالت وزنین در بیمارستان قرار دارد و در ابتدا مقامات قدرتی، مقامات تفتیشاتی این پرونده اینها را با کدام بند کودکس جنایی بندوبست کرده بودند و آن را به نسبت آن عفو تطبیق شد و از جوابگری جنایی آزاد کرده شدند، ولی با فشار جامعه مدنی و مکتوب از طرف جامعه مدنی، فعالان جامعه مدنی به رستم امام علی و به این قضیه وارد شدن رستم امام علی باعث گردید که این پرونده از نو دیده شود و آن 2 نفر چه او زنکی که این رقیبش رو لطوکوب کرد و شوهرش رو به زندان برده است و پرونده رو از نو بند و بست کردند و این دفعه به فکرم ماده 104 و 130 را پیاده به اینها تطبیق کرده ایستادند و ببینید
حاضر که گفتیم که وزیر عدلیه در نزد کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ادعا کرد که ما دادگاه های مستقل داریم و دادگاه های ما، یعنی ما مقامات های قدرتی مستقل و دادگاه های مستقل داریم که آنها پرونده ها رو چی میکنن، میبینن. و ببینید اگر امین قضیه مدینه اگر واقعا امان جنایتی که امان خانم صادر کرده بود، اگر واقعا اون جنایت به به ماده کودکس جنایی داخل شود که او مورد عفو قرار میگیرد، البته که باید عفو میشدند و اون نفری که اینها رو عفو کرد او یک خب روبری، یعنی یک سرداری شعبه کارهای داخلی نبود، اونجا البته مفتش پروکراتور هم بود و در همبستگی و البته که در اینجا دادگاه هم داخل است، چون که هر پرونده بعد 72 ساعت عیبدار شونده به قرار دادگاه از خب بازداشت موقتی آزاد نمی شود. یعنی برای جاری کردن چاره پیشگیری در طول 72 ساعت باید به سود مراجعت میکردن و البته که مراجعت هم کردن و البته که سود هم در اینجا در جریان بود. البته سود عالی، رئیس سود عالی، پروکورور گنرالی، چون پرونده قضیه خیلی آوازدار بود، همه در جریان بودند و همه در همبستگی این پرونده رو نسبت این پرونده عفو رو تطبیق کردن. و اگر واقعا هم شاید او ماده که جنایتی که این خانم صادر کرد شاید به ماده 104 اصلا تعلق ندارد، یعنی آیا از کجا خلاصه کردن که این زنک با مقصدی به قتل رساندن یا کشتن این مدینه او رو به ماشین سوار کرده به سمت دیگر برد، یعنی مقصدی کشتن اگر می داشت و ماده 104 پیاده می شد. اگر با مقصد دیگر بود اون ماده دیگر است و شاید از ابتدا ماده تطبیق شد که آن مورد عفو قرار می گرفت و شاید هم مورد عفو قرار دادن این بنده خدا از روی قانون درست هم بود، ولی چون این خب پرونده سیاسی شد، یعنی سر و صدا برآورد، سیاسی شد، آمدند و رستمی که یگان معلومات حقوقی ندارد با فشار، یعنی با طلب رستم آمدند و چقدر آدم ها، همون پروکورور 5 سال دانشگاه را خواند، آمد البته چند سال دیگر تا به پروکوراتور ناحیه رسیدن، البته که او شاید 10 سال 8 سال سابقه کاری دیگر دارد. در اینجا البته دادگاه هم داخل است، در اینجا پروکورور گنرالی هم داخل است و همه اینها با تمام همون تحصیلاتی که دیدن و همهشون گویا شاید نامزد علم حقوق و دیگر هم باشند، شاید در دانشگاه هم درس دهند که اکثریت این پروکورورها و دیگرها در دانشگاه ملی و در دیگر دانشگاه ها بس دانشجویان درس هم میکنند و همه این دانش و ملکه و مهارت و تجربه یک سو مانده. یک رستم امامعلی که تا دیروز فوتبال باز بود، بعد خب گمرک شد، بعد امروز آمد میر شهر دوشنبه شد و همین میر شهر دوشنبه بند و بستی
این جنایت را پیدا کرد که اینها این جنایت را نادرست بندوبست کردند و نادرست به عوف وارد کردند و اخیراً این سردار شعبه کارهای داخلی سیمادو از وظیفه آزاد کرده می شود و بیاید در همین جا خب سرلوحه موضوعمون را هم شاه عادل و قانون گذاشتیم، ولایت قانون یا شاه عادل. یعنی ما میگوییم آیا ولایت قانون باید جاری باشد در تاجیکستان یا ما باید شکرانه این شاههای عادل، شاه و شاهزاده های عادل خود کنیم که شکرانه کنیم که اینها هستند و در حالتهای ضروری ما مکتوب می نویسیم دست جمعانه و حق را به حقدار می رسانیم و به همین حالت ما در عصر 21 حکومت می کنیم در دولت خود و باز در شبکه‌های اجتماعی در تگ این مطلب باز چقدر تحسین و آفرینخوانی به عنوان رستم امام علی نوشته می شود و نخواد که ما در عصر 21 تاجیکانی که ما خود را صاحب تاریخ و تمدن چند هزار ساله میگوییم، ما بیاییم و در عصر 21 انتظار شاه عادل باشیم و یگان سیستمی خب یگان نهاد دولتی معاصر در ما کار شایم نباشد و بیاییم و هر دفعه مکتوب نویسیم به رحمانوف، به پسرش، به دخترش، به دامادش، بگاه به نبیرهش سر میکنیم نوشتن و همین خیل خب دولتداریمون را به همین زیل پیش میبریم. ما ملت تمدن آفر تاجیک. برای همین دوستان عزیز میخواستم که نسبت همین چی بگویم، همین سوال ولایت قانون برای ما باید مهم باشد یا ما باید شکرانه شاه عادل کنیم؟ کدام از این شما جانبدار کدام از این هستید؟ در شرح ها در زیر نویسید و آبونه شوی را در کانال پیمان ملی تاجیکستان فراموش نکنید و شهروندانی که در داخل تاجیکستانند و ما را تماشا دارند از یوتیوب باشد از دیگر جا، باز تکرار میکنیم که ما در شبکه ماهواره‌ای برنامه های پیام تیوی تب و نشر می شوند. شما می توانید از رکلامی که پیش از این برنامه که ما حاضر در آن صحبت داریم و بعد برنامه نیز رکلام رو پخش میکنیم، از این رکلام استفاده برده اونایی که وطنانی که در روسیه و دیگر کشورها هستند با خب خانه های خود تماس گیرید و با آنها گویید که به این شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شوند تا که از اینترنت گران ارزش پست صفت پست سرعت تاجیکستان ما را پیگیری نکنند و در تلویزیون های خود ما را پیگیری کرده باشند و با حال عائله خود در این مورد فکر و عقیده خود را به ما شاید به یگان نموده از اون طرف به این طرف ارسال نمایید و درخواست های خود را به ما گویید چه رقم این برنامه های خود را جالبتر برای شما کنیم. خب خبر نوبتی آخران برنامه که ما و شما برنامه که چیز داشتیم در عرفه سفر رحمانوف بدخشان بود و یک برنامه داشتیم
و اخیرا رحمانوف به بدخشان سفر کرد و در اونجا یک برآمد جالبی کرده است که اون را حاضر به محاکمه شما پیشکش میکنم و شما فکر و نظر خود را در زیر البته که نویسید. خب ببینید، با چنین سرلوحه در حلوو تاجه، حلوو یعنی این یک سایت بوده است که گفتنی است که اگر حلوو هر روز حلوو چند مرتبه بگویی آخرا دهانت شیرین می شود. و این حلوو تاجه یک سایت شاید نزدیک به مقامات قدرتی باشد یا نزدیک به حکومت باشد. در اینجا آمده است که در ولایت مختار کوهستان بدخشان از سال 1991 تا سال 2019 سطح کم بضاعتی 67.3% کم کاهش یافته است. سطح کم بضاعتی. خب من میخواستم نه فقط به بدخشانی و به تمام تاجیکستانی ها، شهروندان تاجیکستانی که امروز در داخل تاجیکستان به سر میبرید، خب وضعیت خود رو نه سال 91 قطع قیاس کنید، وضعیت خود را سال 2 سال پیش 3 سال پیش قطع قیاس کنید. آیا پیشروی است؟ آیا وضعیت اقتصادی شما بهبود یافته است؟ آیا خانه های شما گرمتر شدند؟ آیا روشنی خانه تان زیادتر شده است؟ آیا نشان دهنده قوه برق شما، یعنی شما قابلیت بیشتری برای پرداخت این مبلغ ها پیدا کردید؟ آیا شما قدرت بیشتری برای خرید انگشت سنگ و هیزم پیدا کردید؟ آیا شما بیشتر گوشت میخورید از 3 سال پیش؟ بیشتر تخم میخورید از 3 سال پیش؟ بیشتر خب محصولاتی فایده آور به سلامتی میخورید از 2-3 سال پیش؟ بیشتر روغنهای خب فایده‌ناک استعمال میکنید؟ یعنی اون سبد استعمالی شما تمام شهروندان تاجیکستان، نه فقط بدخشانی، از 3 سال پیش بهتر است یا خرابتر است؟ همین رو در زیر نویسید. و اگر مهاجران مهنتی مبلغ ارسال نکنند، حال شما با همین پیشروی 67% چگونه هست؟ و معیار بهادی کم بضاعتی را اینها در چی میفهمند که در اینجا آورده شده است که سطح کم بضاعتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان اگر در سال 1991 97% باشد، 97% سطح کم بضاعتی، 97% اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 1991 که همکنون شوروی در دم پشتخوری بود، گویا در این مورد مردم بدخشان، 97% مردم بدخشان رنگ بامژهای روسیه زندگی میکرد، حتی از آن بدتر. 97% مردم بدخشان به دیگر منطقه های تاجیکستان و شاید قرقیزستان و دیگر کشورها به گدایی می رفته باشد. یعنی 97% مردم بدخشان در سال 91 زیر فقر زندگی می کردن. خب و امروز سال 2019 در قیاس با همان سال 1991 67 در 3%
خب بهتر شده است و 29 از ده 7% مونده است. این حسابشان هم کمی دیگر خیلتر، یعنی 67 از ده 3% کاهش یافته به 29 از ده 7% رسیده است. خب چند فایز دیگر گم شده است. و ببینید 29 از ده 7 اگر امین با امین آمار دروغین اینها سطحی کم بزاعتی را چخیل بها میدهند. این را حاضر شاید وقت کمتر طولانی میگیرد بحث اگر کنیم، یعنی سطح کم بزاعتی را اینها چخیل معین میکردن در سال 91 و چخیل معین میکنند امروز. البته که در سال 91 طلبات نسبت خب غذا شوروی طلبات معینی نسبت به غذا داشت و طبق همان آمار شاید ما از دولت هایی که امروز ترقی کرده تر هستند شاید ما واقعا 97% کم بزاعت بودیم، چون که ما هر روز سال چند مرتبه در روزهای عید شاید ما در تاجیکستان در دوران شوروی میگم گوشت میفروختن به ما، نارما میدادند و دیگر شاید همون رو کم بزاعتی گوییم، یعنی به طور کافی استعمال غذا نداشتیم شاید اگر در قیاس با شاید شویتزاریا یا دیگر کشورهای امروز اگر مقایسه کنیم. لیکن اگر 91 رو با 2021 تاجیکستان مقایسه کنیم، برای شما 91 سال دیگر در کار است که به سطح سال 91 ما را رسانید اگر شما سر قدرت باشید. یک کمی همین افسانه خوانی هم کمی چی داشته است، یک از حد نگذرانید آخر. ببینید سطح کم بزاعتی اگر انسان هر روز در دنیا چیز است، معیار است، هر یک انسان هر روز باید به مقدار معین گوشت، به مقدار معین تخم، به مقدار معین نمیدونم ماهی و دیگر مواد ضروریه که اون را برای در دولت‌های آباد آن مواد ضروری اولین درجه است که در ما اون به مواد ضروری اولین درجه وارد نمی شود و با امین نگاه یعنی با نان نداشتن، یعنی 3 وقت امین 29 از ده 7% یا 30% کم بزاعتان بدخشان این همانهایی هستند که شاید هر روز خود را سیر کردن نتوانند، یعنی با معیارهایی که تاجیکستان دارد. و این خیلی فایز کلان است. این افسانه ای که سال 97% ما زیر سطح فقر قرار داشته ایم، این دروغ محض است. ولی شما آمدید و با سال 91 مقایسه کردید. بله بعد به سر قدرت آمدن رحمانوف تا سال 97 وقتی که بدخشان در محاصره شدید اقتصادی از طرف حکومت تاجیکستان قرار گرفته بود، تا سال 95 از 92 تا 95 باور میکنم که 97% اهالی کم بزاعت بود. این را من 100% تصدیق میکنم. تا اولین کاروان یاری بشردوستانه از طرف فوند آقاخان که به بدخشان آمد از سر قدرت از 3 تاریخی 16 تا یکمین کاروان یاری بشردوستانه، بله مردم بدخشان 97% فقیر بود. ولی من بعد اینجا باز این بنده خدا باز رقم های را آورده است که از
هم تمام منبع ها از تمام منبع ها به مقدار همین قدر میلیون یا میلیارد سامانی خب و اقتصاد بدخشان جلب شده است. اگر همین میلیون ها رو اگر از همین میلیون ها دانشگاه آسیای مرکزی خب اون خب بیمارخانه تشخیصگاه نوی که نیز در پی همین دانشگاه ساخته شد و دیگر مؤسسه هایی که از طرفی به گفت اینها شریکان رشد که اینها یعنی اینها با خیلی شاه عادل اجازت داده است که شریکان رشد بیایند و با پولهای خود در بدخشان یک چی سازد، ایستگاه برقی سازد، دیگر بیمارستان تعمیر کند، دیگر مکتب سازد. همه این را جنبست کرده آمد حسابات داد که من به شما فلان خدمت ها رو کردم و مقایسه کرد با دوره سال آخرین شوروی و میگوید که سال آخرین اتحاد شوروی 97% بدخشانی ها فقیر بودند و من آمدم و از فقیری شما را نجات دادم. خب دیگر قضاوت در دست شما است. شما می توانید در زیر فکر و اندیشه خود را ابراز نمایید، در شرح ها نویسید. آیا شما بر این باور هستید که آذر 2021 در کدام سطح، در کدام ساحه تاجیکستان اقتصادش باشد، اجتماعش باشد، نمیدونم فرهنگش باشد، کدام ساحه نبگیرید در سال 2021 و در قیاس به سال 1991 چقدر پیشرفت است یا چقدر هنوز مهنت کردن در کار است که به سال 91 رسید، چقدر مهنت کردن در کار است که زواد یخدانبراری تاجیکستان سال 91 هنوز فعال بود، زواد خب ارماتور و تاجیک گیدر اگریگات و خب همون کارخانه هایی که فعال بودند، تکستیل و دیگر چند سال دیگر در کار است که ما به سال 91 رسیم. شما در زیر نویسید. و باز یک خبر دیگر از بدخشان. در بدخشان هفته گذشته نفری را با مواد مخدر بازداشت کردن، نفری را دیگر خیل. لیکن یک خبری است که یک بیماری روحی را در کمیته دولتی امنیت ملی بر اثر بازداشت همسایه‌اش آمده در آنجا. خب خیلی دیگر کسلی روحی است، آمده است و جنجال برداشت است با کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی. اینک بیشتر از 5 روز می شود که در تاخانه کمیته دولتی امنیت ملی مورد شکنجه قرار دارد، بیماری روحی دارد و بنده نیز هنوز در تاجیکستان بودم. یک وقتا یک بیچاره دیگر را که نیز بیماری روحی داشت خب چیز کردن، یک ماه یا بیشتر بازداشت کردن و برای تشخیص کردن بیماری او با طبیبان بدخشان اعتماد نداشتند، چون که بدخشانی که با زبان و گفت اینها پامیری با یکدیگر گپ میزنند، اینها فرزند یک پدر بودستند و همان طبیب خب تشخیص یعنی معلومات نامه قلبکی را پیشکش میکند و این آدم صحت را از زندان آزاد میکند و این بیمار را گرفتند و تا کوکتاش بردند، در آنجا
تشخیص دادن که او واقعا هم بیچاره بیماری روحی است و اون وقت با همان تشخیص و معلومات نامه چیز جمهوریوی بیمارخانه جمهوریوی کسلی روحی او بنده خدا را آزاد کردند. این بچه را نیز تمام معلومات نامه ها از طبیبان بدخشان، از اون طبیبان بدخشان هم که در تاجیکستان هستند، اونا بدخشان هم که تابع تاجیکستان است، همون دیسپنسر پسیخو نورولوژی را میگن، او هم تابع وزارت کارهای وزارت حفظ الصحت تاجیکستان است، لیکن به آنها امروز اعتماد نیست، این معلومات نامه ها رو قبول ندارند و اینک 5 روز است که مردک مورد شکنجه قرار میگیرد، چون که نسبت این کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی خب تحقیر را روا دیده است، دشنام کرده است و به ترتیبی را داده است و او را میخواهند، شاید میخواهند حتی با همین اول زندانی کنند. ما و شما شاهدیم که در ابلهه ها هم اینها به سلامتی مردم نگاه نکرده، به سلامتی جوانان نگاه نکرده، اونا را ابلهه میکنند، به ارتش میبرند و اخیراً با کسله سیل و دیگر کسله هایی که با اونها باید به قوه های مسلح آدمان رو نمی بردند، در آنجا جان میدادند و اینا میگفتند که خب این کسل بود، او کسل بود، تو چه خیلی به خدمت بردی، همین خیلی دیگر اینا میخواهند یک بیچاره چیز کسلی روحی را به زندان برند و میخواهند کسلی روحی را هم صحت نشان داده زندان کنند. و اخیراً یک خبر پرصداترین خبری که این هفته پخش شد، این از وظیفه برکنار کردن یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان بود که اینک از سال 2018 به این سو 3 سال می شود که به سمت رئیس ولایت تعیین شده است و در رسانه های خبری چندین مراتبه یادگار فیضوف را در شنبگی ها در بین مردم یا در دیگر جاها در بین مردم نوار می گرفتن، پخش می کردن و همه رسانه های خبری و این یگانه شاید یگانه مسئول همین حکومتی باشد که به رسانه ها خبری دسترس بود و همه مصاحبه میداد. یک چهره بود که خب از نگاه من یکی از رئیسان هست که می شود گفت که از سیاست با خبر بود و خیلی ماهرانه استفاده می برد از واسطه و اخبار عامه و محبوبیت بیشتر در بین مردم پیدا کرد و شاید می سزد خیلی که خودش هم می گوید شاید می سزد این را تبریک کرد که خب با سر بلند از وظیفه سبکدوش شد. متاسفانه تا به همین روز 1 2 3 رئیس ولایت که از وظیفه آزاد شدند خیلی خب خیلی چی بگوییم اونقدر خوب از وظیفه نرفتن و در قیاس با ایشان می شود یادگار فیضوف را با موفقیت از وظیفه آزاد شدنش تبریک کرد و بنده دینا در کانال یوتیوبی از دو تیوه نیز در مصاحبه گفتم و باز تکرار میکنم که برای من این با چنین زودی از وظیفه آزاد شدن یادگار فیضوف غیر انتظار نبود. این تعیین یادگار فیضوف این یک
شورای اضطراری در وضعیتی امنیتی، یعنی بحران امنیتی در ولایت این تصمیم گرفته شد و شاید هم نمیگویم که انیق، شاید هم یگانه رئیس باشد که به دادن دوله به رئیسی آمد، چون که ضرورت در چنین یک شخصیت بود که اعتماد مردم نسبت او باشد، چون اون وضعیتی که سال 2018 اونجا وضعیت یگان وضعیت نبود و آن تهمت ها و سیاه کنی هایی که کمیته دولتی امنیت ملی طول 3 سال از 2015 تا 2018 با تمام هستیش مردم منطقه رو در نزد مرکز در نزد دیگر دولت ها سیاه میکرد، چون بعد سال 2014 کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی و دیگر ساختارهای قدرتی برای خود وظیفه گرفتند که بدخشان و بدخشانی ها را نزد جهانیان سیاه کنند، چون که تا سال 2015 در خب همین خیلی حسابات هایی که حاضر تاجیکستان داد، در هر حسابات از وضعیت بدخشان میپرسیدند و اینها آمدن مقصد گذاشتن که به این سازمان ها باید حسابات دهند که این مردم چه است؟ مخدر فروش است، این مردم مخدر کش است، این مردم نرکمان است، این مردم اوباش است، این مردم سالم نیست. و تا 2018 توانستند رحمانوف را متقاعد کنند که در خاروخ وضعیت خیلی بحرانی است، وضعیت خیلی امنیتی است و آمدن به این موفق شدند و سال 2018 رحمانوف آمد دیگر خب در همان ساعت زمان خیلی شدید و لحن برآمد کرد و وعده داد که ترتیبات را با استفاده قشونها، با استفاده وزارت مدافع، قشونهای وزارت مدافع هم باشد، ترتیب را جاری میکنیم. لیکن در مرکز شاید خب نفران یا تحلیلگران یا مشاوران بودند که گفتند که حاضر وقت برای خب چیز زور نیست و بیاید از اعتماد مردم را به دست بیاریم و یادگار فیضوف را به همین خاطر به این وظیفه برگزیده شد و خب و یگانه چیزش تعییناتش به همین مقصد بود که اعتماد از یک طرف اعتماد مردم نسبت این شخص را استفاده بردند، خب به این شخص اجازت بعضی کارها را دادند و این در همبستگی با همان اداره چی بود نامش از خاطرم همیشه میبراید، کمیسه بین اداروی نمیدونم چی و چی تحت رهبری علم شوزاده که اونجا بود و بزمقوف، انا در همبستگی با این پاسگاه های نظامی شهر خاروخ را یک شهر نیمه نظامی کردند و از یک طرف خب لیدر مردمی ساختند و صفت یادگار فیضوف و از طرف دیگر بزمقوف، یعنی به گفت روسا متد کنوتای پریانیکا استفاده بردند و مردم را تا حد آرام کردند و امروز مطمئن شدند که دیگر ضرورت به چنین یک نفر که اون در نزد مردم اعتبار داشته باشد، مردم او را
برای مردم به او اعتماد داشته باشد. دیگر ضرورت به چنین نفری نیست. دیگر مردم اعتماد داشته باشد یا نداشته باشد، ما زور کافی داریم. در خاروخ 5-6 بلاک پست داریم، در کار شود به 10 تا میرسانیم و چیز فورد، کدام بیدادگری فورد به ما، او بیدادگری را جاری میکنیم. پروکورور میرود در مکتب دانش خوب شاگردان را میسنجد، او کگبه میرود در دانشگاه یک چیز دیگر میکنند. یعنی هر اون نظامی که ما در دیگر مناطق سالهای پیش جاری کردیم، ما در بدخشان اینک ما ضرورتی به یادگار فیضوف نداریم. اینک باز بیاید همون دوله خود را داده وظیفه خرید و رئیس ولایت و شهر و ناحیه شوید و سیاست خردمندانه ما را اونجا پیاده سازد و از این مردم قشاق باز قشاقتر سازد و دوله گرفته به ما بیارد و هر سر چند وقت و باز اگر کسی و اکسیون و پول بیشتری داد، باز وظیفه رو از تو میگیریم به دیگر کس میدیم و خب اون نظام معمولی تاجیکی اینک باز به بدخشان برگشت و اینک ما شاهدی یک ناحیه تابع مرکز بدخشان، یک ناحیه تابع مرکز خواهیم شد. اینک اگر خب یادگار فیضوف یک نسبتاً میشد او را رئیس ولایت عنوان کرد، من بعد شاید سطح رئیس ولایت به سطح رئیس ناحیه میفراید. و باز یک چیز دیگر در بدخشان، بعض تحلیلگران میگن که خب رسانه ها می نویسن که یتیموف توانست یعنی همین آدمای خود را در اینجا تعیین کند، یعنی سابق معاون رئیس کمیته امنیت ملی در بدخشان چه شد؟ رئیس ولایت شد. من گفتم و باز تکرار میکنم که اصلا در اینجا شخصیت یتیموف مطرح نیست. در بدخشان از سال 1992 با سر قدرت آمدن رحمانوف به این سو، یگانه اینستیتوت معتمد برای مرکز، یگانه اینستیتوتی که مرکز به آن اعتماد دارد، این کمیته دولتی امنیت ملی است. به دیگر نهادها اعتماد نیست. این فقط در بدخشان است. در دیگر نواحی کمیته دولتی امنیت ملی از چنین استاتوس، از چنین مقام برخوردار نیست، چون که در آنجا میتواند اعتماد بیشتر به رئیس ناحیه باشد، اعتماد بیشتر به وزارت کارهای داخلی باشد، اعتماد بیشتر حتی به یک نهاد جامعه مدنی یا نهاد حکومتی که غیر نظامی هست باشد. در دیگر مناطق میتواند چنین باشد. در بدخشان از 92 به این سو کسی نباشد در رأس کمیته دولتی امنیت ملی. یگانه مقاماتی که مرکز به او گوش میکند، سخن آخرین یگانه مقامی که سخن آخرین دارد این کمیته دولتی امنیت ملی خواهد بود و کوراتور کمیته دولتی امنیت ملی عنوانش چه نباشد، لیتنانت باشد، پراپورشیک باشد
لیکن اگر او کوراتور ولایت حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان باشد، او از رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان بالاتر است. اگر او کوراتور شهر خروغ باشد، مقامات محلی حاکمیت دولتی شهر خروغ باشد، فرق نیست در کدام در کتفش چند ستورچه است، 2 ستورچه، 3 ستورچه، او البته که از رئیس شهر بالاتر است. یعنی کمیته دولتی در بدخشان، حکومت در دست کمیته دولتی امنیتی از سال 92 بود است و تا رحمانوف هست میماند. و امروز بدخشانی ها، یک گروه بدخشانی ها، خب خیلی گروه کلان بدخشانی ها قریب که گریه دارن برای از وظیفه رفتن یادگار فیضوف. خب من شما رو دلپر میکنم که کلا تقریبا یگان فرق نمیکند. بله شاید یادگار فیضوف برای مردم دسترستر بود، لیکن دسترس بودن یادگار فیضوف پرابلم های مردم را حل نمیکرد، چون که یادگار فیضوف باشد، خب این علیشیر میرزا نباتوف باشد، علی محمد نیاز محمدوف باشد، قادر قاسم باشد، کسی نباشد، او در بدخشان یک چی است؟ یک شعبه فرهنگ است در واخوری پرزیدنت. خب معرکه های پیشواز و گسیل پرزیدنت را تشکیل کند. یگانه طلبات از همین مقام پیشواز و گسیل پرزیدنت و دیگر میمونای مرکز است. دیگر یگان بله یک وقتا من چندین بار همین مثال رو میارم. خب امروز نمیارم این مثال رو، لیکن مردم یعنی همون آدم پیش رئیس ولایت در آمد و درد خود رو گفت و رئیس شنید، دردش خیلی تسکین میابد، گرچنده که نه رئیس به دردش دوا شد و نه گفتنش به دردش دوا شد. و میرزا نباتوف هم در این راستا از یادگار فیضوف کم نخواهد بود. و باور کنید اگر برای شما امین رحمانوف تا جای من مشاهده کرده استادم، برای اکثر شما رحمانوف بهترین رهبر باشد، شما شکرانه چنین رحمانوف بودن رحمانوف رو کرده باشید، 30 سال سر قدرت بودنشو، شای عادل شما بودن، چه بدخشانی باشه، چه ختلانی، چه سعودی، فرق نیست. اگر شما اعتراف داشته باشید که این شای عادل یگانه گزینه برای شما است و بهتر از این پیدا نمی شود، پس اون تصمیمی که این لیدر ناتکرار شما گرفت، خواه او میرزا نباتوف باشد، خواه او نمیدانم اشمتوف باشد، تاشمتوف باشد، کسی نباشد، او شای عادل شما میداند در این روز و ساعت برای شما کی بهتر است. شما باید باز شکرانه کنید، باز همون خیلی که همتون یادگار فیضوف رو پیشواز گرفتید و می گفتید که ولایت نو رئیس خود رو پیدا کرد، اینک باز درباره میرزا نباتوف همین خیلی گفتن گیرید، چون که یگان فرقیت کلی رو شما باور کنید پیدا نمیکنید. اون نفرانی که خب خشتباری، نزدیکی، جورگی، نمیدونم دیگر با علیشیر میرزا نباتوف و با کمانده او داشته باشن، اونها البته خیلی شاد میشن. اونهایی که وظیفه ها رو از دست میدهند بر سر قدرت آمدنی به سر قدرت نه در این سکمی کشیشتن علیشیر میرزا نباتوف
یک چند نفر را به او مرکز اجازت میدهد که یک چند نفر را او مهربانی کند. یعنی او هم باید یک چند نفر را مهربانی کند، یکی را وظیفه دهد، یکی را یک چیز دیگر دهد. خب اینا عوض میشن، باز خویشاوندان اونایی که وظیفه گرفتن میشوند هواداران الشیر و همین خیل زندگی رفتن میگیرد. خب ما اینک در دوران استقلالیت 4 رئیس ولایت را شاهد میشویم و رئیسان ولایت میویند و میروند و اصلا نگران نباشید. تا پیشوای شما در مرکز در سر قدرت صحت سلامت است، تا پیشوای شما در اونجا است، او شما را تنها نمیگذارد، او غم شما را میخورد. خب آبونه شوی به کانال پیمان ملی تاجیکستان رو فراموش نکنید تا برنامه‌های آینده در پناه الله باشید. خدا یار و مددگار همه ما و شما باشد. салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст که بیشتری شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبورد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین مفجگیر شما می توانید با ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک مفجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک مفجگیری هاتبورد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم میکنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم میکنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانه که میبینید فاصله بین هر دو سرک مفجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانه که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه‌های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6.